درست است که شما در شهر دوشنبه دکان طلا فروشی دارید. نه دروغه دادرم، هیچی ندارم. این دروغه. از نوع ما هر چی میگن دادرم. ولی یک کس از طرف رامیت آمده است میگه اونجا یک رمه کلان دیدیم، گفتن رمه حاجی میرزا. بر خدا ندارم، من نه دکان دارم، نه رمه دارم، نه خانه دارم، نه زن دارم. زنم هم یک زن داریم، ولی هم آوازه شهر را گرفته است که حاجی میرزا یک دختری 16 ساله را گرفته. من 16 سالش هم دادم دادرها، 18 سالش هم دادن، خانهش قطعی هم دادن. ولی ما برادرای عزیز یک چیز پیش چشم آوردیم که کمی در همین درس ما، تحصیل ما، دعوت ما کمی پیش راه ما را میگیرد. به همین خاطر ما همه را رد کردیم. و الا پر بود دادرای عزیز، ده ها آدم قسم به نام خدا ما را چی چیزهای پیشنهاد کردن، ولی ما رد کردیم. لیکن نداریم هیچی شما. خب السلام علیکم داملای عزیز. اما بعضی چیزهایی که من قبلا گفته بودم برادرها، همینا را شما به یادتان گیرین. در بسیاری جایها از نام ما هر خیل چیزها میگویند، از نام ما بسیار استفاده میبرند. ولی از همه شما خواهش میکنم کسی از نام ما پیش ما به چه خدمت میآید، خواهش که من آگاه باشم. در بسیاری از جایها برادرها رفتن از نام ما گپ میزنند که ما را فلانی روان کردگی است، چون خواهش کردن دیگر. ولی کسی که اگر چیزی که پیش شما کسی از نام ما میارد، شما ما را ببینید، یک بار با ما مصلحت کنید. من این خیلی عادت ندارم که یک کس پیش یک کس روان کنم بگم برای از نام من گپ زن. انا میشه خودم در عیبم نمیبینم و مناسبی هم ندارم. من خودم که لازم شد خودم میرم و پیش کسی نباشد. السلام علیکم اکیداملا. شما در یک موعظه تان گفتید که حضرت علی رضی الله عنه عرق نوشیدند و سوره ها را غلط خواندند و گفتید که در زیر تفسیر سوره کافرون این خبر آمده است. ما همه تفسیرها را دیدیم نیست، تحقیق کنید بعد گویید. این طعنه در راست حضرت علی می باشد. برادر عزیز و گرامی، یک کار است که من هر چیزی را که میگویم من به تحقیق میگویم، من به تحقیقم نمیزنم. من خیلی تحقیق میکنم، میبینم، حتی باز میپرسم، بعد دیدن با میپرسم تا که این مردم است، این منبر است، این ثبت میشود و هر چیزی که من میگویم از این زبان من میبراید، کرامان کاتبین اینها را کتابت میکند. ما حتی طرفهای آنش هم نظر میکنیم که کنی از همین گفی من یگان بوی فتنه و اختلاف نخیزد، تگو یگان ضرر زیانهای در بین این جامعه اسلامی پیدا نشود. بعدا من آن چیزی که بیان باشد و خبرش باشد تحقیق کردم بعد به گوش شما میرسانم. ولی این دادر مکتوبش بسیار دراز بود، بسیار مکتوبی درازی بود، خیلی گفتنی های زیاد داشته است. ولی که اینقدر من خلاصه برآوردم که این دادر ما حسد دارد. از خوانده که 2 ورق بود، من همون 4-5 کلمه‌اش در بالای ورق آوردم از زبان خود عمو، دیگرش نه آوردم. ولی این برادر ما کسی بود است که حسد دارد، بدبینی دارد. ولی اینقدر من برای شما میگویم که شما حسد نورزین، دادر را کینه نورزین. عزت از نزد خدا هست، خواری از نزد خدا هست، دادن از نزد پروردگار است، گرفتن از نزد پروردگار است. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. همش نزد پروردگار است دادر عزیز و برادرای خیلی مهربان. ولی شما تفسیر را ندیدین. من همین باوری دارم که تو تفسیر خوانده نمیتونی. اگر تو تفسیر میخواندی و تمام تفسیر میدیدی، این گونه بیان ها رو در بالای ورق تو روا نمیدیدی.
ترا من گویم اگر صدقه همو تفسیرا کنم حتی من در حق تو کم گفتم، زیرا اون جمله تو گفته اون خیلی لایق گفتن نبود. ما یک برادر مسلمان شما هستیم، ما یک برادر مسلمان شما هستیم، ولی تو اگر من سوره کافرون گفته باشم اشتباه کردم، ولی اگر تو اینقدر با علم و با سواد می شدی، تو سوره نساء آیت 43 را تماشا می کردی، در زیر آیتی که یا ایها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة و انتم سکرا، اگر زیر این آیت نگاه می کردی، در زیر این آیت اگر تو علی